السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اما بعد، شناختن پروردگار و معرفت الله جل جلاله، على الخصوص معرفت نامهای پروردگار و صفتهای او تعالی رکنی از رکنهای ایمان است، بلکه اصل ایمان است و اصل دین است و باقی عملهای و اقوال تابع ایمان به الله تعالی است. شناختن پروردگار با کارهایش یعنی افعالش می شود و همچنین با نامهایش و صفتهایش که الله تعالی نامهای زیبا دارد و صفتهای عالی و صفتهای کمال دارد، چطوری که برای خود لایق و سزاوار است. به سبب دانستن نامهای پروردگار عالم و به سبب شناختن صفتهای الله تعالی، ایمان بنده و محبت بنده به پروردگار او زیاد می شود، چطوری که در کتاب جواب الکافی می گویند: اطیب ما فی الدنیا معرفته سبحانه و محبته. پاکترین و با لذتترین چیز در این دنیا شناختن پروردگار است و محبت پروردگار است. بنابراین وقتی که رو به قرآن کریم می آریم، آن آیت هایی که در آن الله تعالی در خصوص نام خود یا صفت های خود سخن می کند خیلی بسیار است. حتی در قرآن کریم الله تعالی خودش را با نام از نامهایش یا با صفتی از صفتهایش 10,062 مراتبه در قرآن کریم ذکر کرده است و اگر به حساب میانه گیریم تقریبا در هر یک روی قرآن کریم 20 مراتبه الله تعالی نام خود یا صفت خود را ذکر میکند. بنابراین در کتاب درع التعارف میگویند که در قرآن کریم سخن درباره نامهای پروردگار و صفتهای پروردگار زیادتر است نسبت سخن کردن درباره خوردن و نوشیدن یا نکاح کردن، خواه در این دنیا خواه در جنت. و حتی بزرگترین سوره های قرآن کریم و بزرگترین آیت های قرآن کریم سبب بزرگ بودنش از دیگرهایش برای آن که آن سوره ها محض درباره پروردگار عالم سخن میکنند. چطوری که در حدیث شریف آمده است، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ابی بن کعب را سوال کردند: ای آیه اعظم فی کتاب الله؟ ای ابی، کدام آیت در کتاب الله تعالی یعنی در قرآن کریم بزرگترین آیت و عظیمترین آیت است؟ فقال: الله لا اله الا هو الحی القیوم. ابی بن کعب در جواب گفت که الله لا اله الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی، آیت کرسی یک آیت قرآن کریم است از سوره بقره. این آیت بزرگترین آیه های قرآن کریم است. وقتی که جواب گردانید پیغمبر خدا گفتند: لیهنک العلم ابا المنذر، یعنی مبارک باشد علم ای ابا المنذر، خدا برای تو علم داده است. پیغمبر خدا شاید گمان میکردن که این نمیدانست این مسئله را. بزرگترین آیت قرآن کریم این آیت کرسی هست، برای آن که در آنجا الله تعالی درباره خود، نامهایش و صفتهایش
و در بعض عملهایش و افعالش درباره خودش جل جلاله سخن کرده است. و همچنین درباره سوره فاتحه پیغمبر خدا گفتند که در قرآن کریم سوره هست که این نه در تورات نازل شده بود، نه در انجیل نازل شده بود، نه در زبور نازل شده است و نه در قرآن مثل این سوره نازل شده است. القرآن و هی سبع المثانی و القرآن العظیم. مثلا این سوره فاتحه هست، زیرا در سوره فاتحه اکثریت آن ذکر پروردگار است، صفتهای پروردگار است و نامهای الله جل جلاله است. بنابراین در کتاب درء التعارض باز گفتند که در قرآن کریم آیات‌هایی که درباره الله تعالی صحبت می‌کند بیشتر و عظیمتر از منزلت او از آن آیات‌هایی که درباره قیامت سخن می‌کند، زیرا درباره خود پروردگار عالم سخن می‌کند. قرآن چطوری که بعضی علما میگویند اگر ما بگوییم که قرآن 100% درباره الله تعالی سخن می‌کند گوییم نادرست نمی‌شود، زیرا وقتی که قاری قرآن را تلاوت میکند یا الله تعالی درباره خود سخن میکند یا اینکه الله تعالی بندگانش را برای عبادت خود امر میکند، برای یگانه پرستی خود، یا اینکه بندگانش را منع میکند از شریک آوردن به پروردگار، یا اینکه الله تعالی قصه های گذشتگانی که به یگانگی پروردگار ایمان داشتند حال آنها چی شد و در آینده چی می شود سخن می کند، یا درباره آنهایی که به یگانگی الله تعالی ایمان نآورده بودند چی شد در دنیا و در آخرت چی می شود سخن می کند، یا درباره دیگر عملهای دنیا، عملهای فقهی، عبادات و معاملات سخن می کند که این هم از لوازم ایمان است. خلاص قرآن کریم سر تا پا ما و شما را دعوت به شناسایی پروردگار عالم می‌کند و شناختن پروردگار یا اینکه شناختن یک شخص یا یک ذات می‌شود با نام او و با صفات‌های او و با کارنمایی‌های او شناخته می‌شود که ما چند جمعه‌ها درباره بعضی عمل‌های پروردگار، بعضی کارهای پروردگار، بعضی مخلوقاتی که الله تعالی آفرید مثال‌های آورده بودیم و امروز انشاءالله درباره نام‌های پروردگار عالم و صفت‌های پروردگار عالم صحبت آغاز می‌کنیم که واقعاً در قرآن کریم چطوری که اشاره کردیم خیلی نام‌های پروردگار زیاد است. حتی الله تعالی سوره را به نام اخلاص نام گذاشت که سبب اخلاص نام گذاشتنش هم بیهوده نیست که خالص این سوره درباره الله تعالی سخن می‌کند. در دیگر سوره ها اگرچه درباره الله و درباره پیغمبرها یا مخلوقات، انس و جن و حیوانات و پرنده های و زمین و آسمان و درخت و دیگر حاجت های دین و دنیا باشد، در این سوره فقط درباره الله تعالی سخن شده است. بنابراین سوره اخلاص نامیده شده است، خالص درباره الله تعالی سخن می‌کند. بنابراین در حدیث آمده است که پیغمبر خدا گفتند که و انها تعدل ثلث القرآن، سوره قل هو الله احد 3/1 قرآن برابر 3/1 قرآن است. یعنی که کسی که 3 مراتبه قرائت میکند گویا ثواب قرائت کاملا قرآن را گرفته است، از سبب آنکه محض درباره الله تعالی این سوره سخن میکند. حتی در زمان جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک سفر پیغمبر خدا یک کسی را برای اهل مسافرها سردار کرده فرستانیده بودند. اهل سفر مسافرها وقتی که به مدینه برگشتند و پیغمبر خدا شکایت کردند اون سرداری خود را، گفتند یا رسول الله این سرداری که برای ما تعیین کردید در تمام نمازها سوره اخلاص قرائت میکرد. زیرا سردار که به امامتی میگذشت در هر یک رکعت نماز سوره اخلاص را میخواند. پیغمبر خدا گفتند سلوه لماذا یفعل، پرسیدند چی برای چی این کار کرده است. وقتی که پرسیدند او در جواب گفته است که لانها صفت الرحمن، برای اینکه این آیت درباره صفات‌های پروردگار سخن می‌کند و انی لاحبها، و من صفات‌های پروردگار را دوست می‌دارم. وقتی که این سخن به پیغمبر خدا آمد، پیغمبر علیه السلام گفت اخبرو، برای اون بنده خبر دهید که ان الله یحب، الله تعالی او را دوست می‌دارد.
بنابراین الله تعالی دو اسم دارد. آن انسانی که درباره نام‌های او و درباره صفات‌های او تعالی برای مردم سخن می‌کند یا در قرائت قرآن آن سوره ها را بسیارتر تلاوت می‌کند. درباره نام‌های پروردگار چند قاعده هایی هست که برای شما ان شاء الله اون قاعده ها رو ذکر می‌کنیم. اولین این قاعده ها نام‌های پروردگار نام‌های زیبا هست، به خلاف نام‌های مخلوقات که بعضی مخلوقات خیلی نام‌های بی‌زیب دارند، اما نام‌های پروردگار نام‌های خوشرو و زیبا هست. در این باره الله تعالی میگوید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله تعالی صاحب نام‌های زیبا هست. الله تعالی یک نام ندارد، نام‌های زیبا دارد و بسیار دارد. ولله الاسماء، الله تعالی نام‌های زیبا دارد. فادعوه بها، شما الله تعالی رو با واسطه آن نام‌هایش دعا کنید. معنای این آیت این است که الله تعالی نام‌های زیبا دارد، پس شما وقتی که دعا کردنی شوید با واسطه نام‌های پروردگار دعا کنید. مثلا اگر طلب مغفرت گناه کردنی شوید میگویید که یا غفور اغفر لی، ای پروردگار، که نام یکی از نام‌های پروردگار غفور است، مغفرت کننده گناه است، مرا مغفرت کن. یا رزاق ارزقنی، ای صاحب رزق، ای رزاق، ذاتی که رزق دهنده هستی، مرا رزق بده. یا اینکه یا رحیم ارحمنی، ای ذات مهربان، یعنی رحیم به معنای مهربان است، برای ما رحم کن. همین گونه فادعوه بها، خدا میگه شما با نام‌های پروردگار رو دعا کنید، یعنی همین گونه چطوری که بیان کردیم دعا میکنید. هر حاجتی که دارید به آن مناسب نام پروردگار است. اگر شما مظلوم باشید و کسی برای شما ظلم کرده باشد و در حق وی دعا کردنی باشید، با دیگر نام‌های پروردگار، یا قهار یا جبار، دیگر نام‌ها دارد. قهار صاحب قهر هست، جبار اینم مانند قهر صاحب غضب هست. یعنی همین در هر یک موضع الله تعالی برای خود نامی برای خودش سزاوار دارد. و همین گونه در دعای مسئلت نیست، در دعای عبادت نیست. همین دیگر باقی مانده عبادت هایی که انسان ها میکند وی هم دعا هست. زیرا مقصد آمدن بنده به نماز چیست؟ امید رحمت پروردگار است، یا اینکه دور بودن از غضب پروردگار است، یا اینکه از الله تعالی طلب مغفرت کرده آمده است. وقتی که یک انسان صدقه میکنه دیگه مقصد دارد، مقصدش اینکه به واسطه صدقه به الله تعالی نزدیک شود، یا الله تعالی بعضی حاجت‌های او رو برآورد، یا از سر او بعضی بلاها رو دور کند. اینم عبادت، اینم دعا است. فقط این دعای یعنی لسان الحال است، لسان حالش گویا دعا کرده ایستاده است، لسان مقال نیست، با زبان نگفته ایستاده است، لیکن مقصدش دیده برای طلب کردن از درگاه پروردگار است. این هم با نام‌های پروردگار باید عبادت کند. چگونه است؟ الله تعالی را ذکر کند، برای آنکه الله تعالی او را میشنود. یکی از نام‌های پروردگار سمیع است، شنوا است. الله تعالی را ذکر میکند برای آنکه یکی از نام‌های پروردگار شنوا است. الله تعالی را عبادت میکند برای آنکه یکی از نام‌های پروردگار بصیر است، بینا است، بیننده بندگان است. در خلوت ها نیز گناه نمی کند برای آنکه الله تعالی یکی از نام‌هایش خبیر است، از همه کارها با خبر است. این عبادت کردن پروردگار با نام‌ها و با صفات‌هایش می باشد. همین گونه بعضی مثال‌ها را درباره زیبا بودن نام پروردگار عالم ذکر می‌کنیم. یکی از نام‌های پروردگار عالم این حی است، زنده است، چطوری که در آیت کرسی الله تعالی گفت الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله تعالی لا اله، غیر الله تعالی دیگر خدای برحق نیست و او تعالی زنده است. معنای حی زنده است. اگر کسی نامش عبدالحی باشد یعنی معنایش بنده ذات زنده، بنده الله است. یکی از نام‌های زیبای پروردگار حی است، زنده است. لیکن زندگانی پروردگار از زندگانی مخلوقات فرق دارد. زندگانی پروردگار بدایت ندارد، سرشوی ندارد.
و انتها ندارد، تمام شوی ندارد. زندگانی پروردگار احتیاجیت ندارد، محتاجیت ندارد، غم و غصه ندارد. زندگانی پروردگار همیشه با صفت کمال است. همراهی این الله تعالی وقتی که زنده هست، در زندگانیش او با پادشاه هست، در زندگانیش او غنی هست، یعنی بای هست، شنوا هست، بینا هست، قادر هست، علیم هست، دانا هست. تمام صفت‌های کمال را در زندگانیش با دارا هست. بنابراین زندگی او تعالی از زندگی مخلوقات خیلی فرق عظیمی دارد. بنابراین نام‌های پروردگار چطوری گفتیم زیبا هست، همینچنین زندگی او نیز زیبا است و زندگی او در درونش چقدر گفت الحی القیوم، زنده است و قائم است. قائم به ذات خود است، قادر به ذات دیگر کس نیست. ما و شما زنده هستیم، لیکن حیات ما در دست پروردگار است. حیات ما در دست ما نیست و حیات ما خودمون برای حیات خودمون قائم نیستیم 100%. الله تعالی صاحب حیات خودش هست. و همچنین یکی از ما وقتی که حی را ذکر کرد، قیوم را ذکر کرد. الله تعالی زنده است، خواب نمی کند. برای اینکه بسیار مخلوقات زنده هم هستند و وفات هم میکنند و خواب هم میروند. وقتی که خواب رفت و مثل مرده هست. در وقتی که او خواب است نمیتونید شما حاجت خود را برای او بگویید.